لذت واقعی زندگی زمان شروع میشه که ما دنیای خود داشته باشیم. وقتی میخوایم کاری را شروع کنیم نیازی نباشه که نظر و دخالت دیگران کسی در او باشه. وقتی کاری را به نتیجه میرسانیم نیازی نباشه که سریع او را با کسی دیگری شریک بسازیم. دنیایی که همه چیز در او با تصمیم های خود ما آغاز میشه و به نتیجه میرسه و حضور هیچ کسی در او الزامی و ضروری نیست. اگر ما تانستیم که همچون دنیای کوچکی برای خود بسازیم که بدون دخالت انسان ها در اونجا همه چیز خلق شود و لذت ها هم از او به وجود بیاید، ما تبدیل میشیم به یک آدم قوی مستقل و خودمختاری که نیاز نمیبینیم کسی دیگری بر ما تعیین تکلیف کنه که چی کار کنیم و نیاز نمیبینیم کسی دیگری بیاید تایید کنه و سپس ما بگیم بله کار ما به نتیجه رسید و ما باید خوشحال باشیم. همه چیز باید از سوی خود ما تعیین شود.